الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله متعال را شاکر و سپاسگزار هستیم که ما و شما را عمر طولانی و عمر پربرکت نصیب کرد تا اینکه به ماه مبارک رمضان برسیم. دوستای عزیز، جای خیلی ها شکرگزاری هست و جای افتخار هست که الله متعال برای ما و شما عمر طولانی را نصیب گردانی تا اینکه از رمضان مبارک استفاده بکنیم و عبادت های خود را انجام بدیم. ببینید دوستای عزیز، در رمضان قبلی 1 سال قبل، 2 سال قبل از و بیشتر رفیقا، دوستا وجود داشتن که الان در این ماه مبارک رمضان نیست. حتما عمرشان طولانی نبوده یا ای که این رمضان برشان نصیب نبوده. حتی ماه قبلی ما داشتیم که رفتن از این دنیا. پس ما باید شکر بکشیم، شکرانه الله را بکشیم که این ماه مبارک برای ما و شما ارزانی و نصیب گردانید تا که در این ماه عبادت بکنیم. ببینید دوستای عزیز، زمانی که خداوند متعال یک رحمت، یک نعمتی را برای ما و شما ارزانی میگرداند، ما باید استفاده خوبی بکنیم. ما باید بنده خوب باشیم. این ماه برای ما و شما نصیب شده است، یعنی عمر پربرکتی را الله متعال برای ما و شما نصیب گردانیده و از این ما باید استقبال بکنیم. هنوز در ابتدای رمضان شریف ما قرار داریم. دوستای عزیز، الله متعال در قرآن عظیمشان می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی ماه رمضان ماهی است که ما در این ماه قرآن را نازل گردانیده. یعنی در این ماه زیادتر بیشتر قرآن می‌خوانید عزیزان من. دید و بازدیدتان باید در قرآن باشد. از قرآن الگو بگیرید، زیاد قرآن بخوانید، با قرآن هم کلام باشید و شکرگزار باشید. ما نصیب ما و شما شده است. ما دوستایی داشتیم که پهلوی ما نماز میخواند، پهلوی ما افطار میکرد، روزه میگرفت، آلی نیست، آلی زیر خاک است. ما خدا را شکر که هنوز زنده هستیم. باید از این ما خوب استفاده بکنیم، توبه بکنیم. یعنی در گذشته گناهایی که داشتیم متوجه باشیم که در این ماه توبه بکنیم. خدای نخواسته نشود که رمضان ها از ما بگذرد، رمضان ها را ما سپری بکنیم هنوز همون گناه سابقه ما وجود داشته باشد. رمضان ماه پربرکت، ماه سعادت، ماه اخلاق، ماه همدیگر پذیری هست. بغض و عداوت و کینه که در دلتان، در قلبتان وجود دارد، اونها را او طرف بکنید، در جایش اخلاق را بیارید، محبت را بیارید، همدیگر پذیر را بیارید، خوشبختی را بیارید. و در این ما کوشش بکنید که قرآن عظیمشان را زیادتر تلاوت بکنید. دید و بازدیدتان باید با قرآن عظیمشان باشد. ببینید دوستای عزیز، قرآن عظیمشان علما می فرماید که بر بالای ما مسلمانان 5 حق را دارد. او 5 حق را ما باید ادا کنیم. بحث امروز ما رابطه با قرآن می باشد. اولا خواندن قرآن است. ما مسلمان هستیم، قرآن برای ما نازل شده هست. مسئولیت داریم که قرآن عظیمشان را باید بخوانیم. و دوما ادب با قرآن. خود قرآن می فرماید که لا یمسه الا المطهرون، شما مسح نکنید، نگیرید، یعنی نخوانید قرآن را
مگر با قطع، یعنی قرآن را بخوانیم. سیومم گوش دادن به قرآن. زمان یک برادر مسلمان قرآن را میخوانه ما باید گوش بدیم. قرآن خواندن سنت است، گوش گرفتنش واجب. یعنی برای ما و شما لازم است کسی که قرآن عظیمشان را تلاوت میکنه باید با خشوع و با تضرع گوش بدیم، چون لازم است برای ما شما. چهارم عمل با قرآن. قرآن را ما میخوانیم، ادب داریم به قرآن، گوش میدیم به قرآن و باید عمل هم بکنیم. وقتی که قرآن میگه این کار انجام بدی ما باید اون کار انجام بدیم. وقتی از کاری نهی میکنه قرآن این کار انجام نده مسلمان، ما باید خود را عمل بکنیم، خودداری بکنیم. و عمل هم بر قرآن عظیمشان خیلی ها مهم است که حق قرآن بر بالای ما و شما دارد. چه عمل است، این بسیار ضرورت است برای مسلمان. این 4 تا مسئله مربوط خود انسان میشد. انسان میتونه قرآن بخونه، با قرآن گوش بده، مؤدب در مقابل قرآن باشه و با قرآن عمل بکنه. بخش آخرش که هست قرآن خواندن و به دیگران رساندن. حدیث مشهور است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما در دنیا، افضلترین شما در دنیا و سعادتمندترین شما در دنیا کسی است که قرآن را خودش میخواند، خودش یاد میگیره و به دیگران هم یاد میده. این خیلی ها مهم است. انسان موفق کسی است قرآن را میخونه به دیگران میرساند، اجر خیلی ها بزرگ دارد. کوشش بکنید دوستان عزیز در این ماه مبارک، در این ماه خوشبختی و در این ماه پربرکت قرآن بخوانیم. متاسفانه وقتی که ما در مقابل یک غم قرار گرفتیم، برای ما مشکل ایجاد شد، نماز نمیخوانیم، قرآن نمیخوانیم. مشکل ما رو باید قرآن حل بکنه. وقتی که با مشکل روبرو شدی قرآن را باز بکن، همراز باید قرآن عظیمشان باشد. کتاب عالم شمول هست، کتابی هست که ما را از هر بدبختی و از هر بیچارگی و از هر سهلنگاری نجات میده. اینی است که ما باید همیشه قرآن بخوانیم. وقتی خوشحال هستیم قرآن بخوانیم، وقتی غمگین هستیم قرآن بخوانیم، وقتی با مشکل روبرو میشیم قرآن بخوانیم. پس گوش کن لذانی من، همرازتان قرآن را بسازید، قرآن را وارد زندگی خود بسازید. در چنین ما اگر ما توبه بکنیم، ما قرآن بخوانیم، الله متعال ما میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب. میگه کسی که توبه میکنه از گناهان مثل که هیچ گناه نکرده باشه. خدای نخواسته اگر این رمضان هم سپری بکنیم گناههای ما عفو و بخشش نشه، خب بدبختی است. کوشش بکنید دوستان عزیز از ماه مبارک رمضان، از این ماه پربرکت استقبال خوب بکنید و استفاده خوب بکنید. این نعمت خداوند است، رحمت خداوند است که نصیب ما و شما شده است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.